یک چند روز پیش باز یک بار دیگر ایتمن بن گویر وزیر تندروی امنیت اسرائیل اغوا بر ضد مسلمانان کرد. او با محافظت سخت پلیس اسرائیل به داخل مسجد اقصی وارد شد. نیروهای اشغالگر مسلمانان را از مسجد بیرون کردند. آنها حتی پاسبانان مسجد را از صحن آن راندند. همزمان بن گویر با 140 یهودی افراطی به داخل مسجد وارد شدند. این حادثه چند روز پیش از عید یهودی پسخ رخ داد که از 12 اپریل سر می شود و 10 روز دوام می کند. هر سال در این عید یهودی های افراطی کوشش می کنند که با گروه های زیاد به اقصی درآیند. بن گویر این مسجد مقدس مسلمانان را از زمان آغاز جنگ در غزه علیه 5 مراتبه و از وقتی که وزیر شده است 8 بار حمله کرده است. وزارت اخبار عامه محلی رسم‌های نشر کردند که در یکیش بن گویر با یک روین با نام شمشون البیم دیده می شود. شمشون البیم رهبر یک سازمان افراطی است که می خواهند نظارت مسجد را به دست گیرند. در عکس‌های دیگر کوچانیده شده های یهودی با لباس‌های مخصوصی دیده می شوند که شبیه پاسبانان هیکل هستند. بن گویر در یک مصاحبه گفته بود که می خواهد در داخل مسجد اقصی یک کنیسه بسازد و گفته است که به یهودی ها اجازت عبادت کردن در مسجد باید داده شود. او این چنین گفته است که اگر نقشه های او پیشتر اجرا می شد حالا پرچم اسرائیل در مسجد بالا شده بود. عربستان سعودی، مصر و اردن این عمل بن گویر را سخت محکوم کردند. سعودیه گفت که اسرائیل بارها مقدسات اسلام را تحقیر کرده است. مصر این را یک عمل اغواگرانه و تحقیرآمیز دانست که احساس مسلمانان جهان را میرنجاند. آنها گفتند که عملهای اسرائیل وضعیت را در منطقه ناراحت و ناآرام میکنند. اردن هم شدیداً مخالفت خود را بیان کرد و گفت که این یک تحقیر مقدسات مسجد اقصی است و این چنین ویران کردن مقام تاریخی و حقوقی آن. سخنگوی رسمی اردن گفت که اسرائیل حق ندارد که خود را صاحب بیت المقدس و مکانهای مقدس اسلام و نصرانی حساب کند.